فعال نمودن دستگاه ABS. در جعبه دریافت کننده ABS یک کیبل آنتن، یک کیبل AVI، کیبل برق و یک ریموت موجود می باشد. در قدم اول آنتن روی بام خود را به دستگاه دریافت کننده ABS وصل کنید. در قدم دوم اگر از تلویزیون های سابقه استفاده می کنید، با استفاده از کیبل AVI یک طرف کیبل AVI را به دریافت کننده ABS و طرف دیگر آن را به پورت ورودی AVI تلویزیون وصل کنید. و اگر از تلویزیون های جدید LCD استفاده می کنید، با استفاده از کیبل HDMI که قبلا از بازار تهیه نمودید، یک طرف کیبل HDMI را به دریافت کننده ABS و طرف دیگر آن را به پورت ورودی HDMI تلویزیون وصل کنید. در نهایت کیبل برق دستگاه را وصل نموده و روشن کنید. اگر از تلویزیون های قدیمی استفاده می کنید، توسط ریموت کنترل به AVI تلویزیون رفته و اگر از تلویزیون های جدید استفاده می کنید، دکمه سورس را فشار دهید. بعد از روشن شدن دستگاه، زبان مورد نظر خود را انتخاب کرده و کلید اوکی را فشار دهید. بعد از انتخاب زبان، دستگاه به جستجوی سیگنال ها شروع نموده و تمامی شبکه های داخلی به شمول شبکه های خارجی را پیدا کرده و با شفافیت کامل تمامی شبکه ها را نشان می دهد.